بیاندیشید و عالی زندگی کنید. فصل 7. برنامه ریزی برای اقدام. اول، این قصه واقعیت زندگی پسر 12 ساله است که در آمریکا به همراه پدر اسب چرانش زندگی می‌کرد. آنها مجبور بودند برای تربیت اسب‌ها و امرار معاش خود در شهرها و دهکده‌های مختلف در گردش باشند و خانه و مدرسه ثابتی برای زندگی و درس خواندن نداشتند. روزی معلم یکی از این مدارس که پسر بچه در آن درس می‌خواند از بچه‌ها خواست آینده زندگیشان را تحت عنوان از زندگی چه می‌خواهید و چه فکر می‌کنید و به کجا خواهید رسید بنویسند. فردای آن روز پسر بچه انشایش را به شرح زیر نوشت و به معلم تحویل داد. من می‌خواهم زمینی به اندازه 10 هکتار در منطقه ولی کالیفرنیا که از مناطق گران قیمت و خوش آب و هوای آن حوالی است داشته باشم و در آن فقط اسب‌های مسابقات را تربیت کنم. اسب‌های چندین میلیون دلاری که بابت تربیتشان پول‌های خوب بگیرم و ثروتمند و میلیونر شوم. من نمی‌خواهم مانند پدرم اسب‌های معمولی تربیت کنم. آن روز معلم به او نمره 0 داد و زیر برگشت نوشت: بیا دفتر و مرا ببین. معنی چنین جمله آن بود که به خاطر کار اشتباهی باید به دفتر رفت و توبیخ شود. معلم به او گفت: از آنجایی که نسبت به تو احساس مسئولیت می‌کنم می‌خواهم از تو بپرسم آیا می‌تانی در منطقه ولی قیمت زمین متری چند است؟ چگونه می‌خواهی 10 هکتار زمین از خودت داشته باشی؟ آیا می‌دانی اسب‌های مسابقه را برای تربیت به دست هر کسی نمی‌دهند؟ کاری بسیار استراتژیک و حیاتی است، زیرا باید آن اسب‌ها در مسابقات شرکت کنند. آیا فکر می‌کنی چنین کار مهمی را به تو خواهند سپرد؟ تو هرگز نمی‌توانی به چنین رویایی برسی و قطعاً افسرده و از زندگی سیر خواهی شد. فقط این فرصت دوباره را به تو میدهم که انشایت را از نو بنویسی. آن را عوض کن و رویایی منطقی و شدنی برایم بنویس. پسر بچه غمگین و ناراحت به خانه بازگشت و جریان نمره 0 را و درخواست معلم را برای پدرش تعریف کرد. پدر در جواب به او گفت: پسر جان، نمیدانم، هرچه دلت میخواهد بنویس، ولی این را بدان که هر آنچه را مینویسی بر سرنوشت آیندت مستقیم تأثیر خواهد گذاشت. فردای آن روز پسر نزد معلم بازگشت و گفت: تو 0 مرا نگه دار و من رویای خودم را نگاه می‌دارم. 3 سال پیش سرمایه های این پسر که دیگر مرد موفقی شده بود 6 میلیون دلار نقد، 10 هکتار زمین در منطقه ولی و پرورش اسب‌های مسابقه بود. این رقم برای یک اسبچران رقم خیلی زیادی است. سوال بسیار استراتژیک من آن است که آیا هر انسانی که رویایی در سر بپروراند و روزی آن را در محضر خدا اقرار کند واقعاً خلق خواهد شد؟ چه کسی تصمیم می کند نوشته های دفترتان خلق می شود؟ چه عاملی این پسر فقیر 12 ساله را که حتی خانه‌ای برای زندگی نداشت اینقدر موفق کرد؟ از فردای روزی که آن انشا را نوشت چه اتفاقی هر روز در دنیای او افتاد؟ فاصله بین آن انشا تا 3 سال پیش که چنین دارایی و ثروتی به دست آورد چگونه طی شد؟ اینجاست که باید گفت مبحث برنامه‌ریزی و اقدام از هدف گذاری مهمتر است. من به شما آموزش خواهم داد چگونه با یک عمل و برنامه‌ریزی روزانه اهدافی را که نوشته اید و به واسطه آنها میدانید از زندگیتان چه میخواهید به سمتشان حرکت کنید. دوم، عامل قطعی خلق هدفها چیست؟ اهدافتان را با دنیایی از احساس قشنگ و معنویت و خلوص و نزدیکی با خدای رزاق نوشتید و با او عهد تازه‌ای را بستید. خداوند هم شما را اجابت کرد، اما ادامه راه چه خواهد شد؟ شما به دنبال خلق هدفی هستید.
می‌خواهید به آنچه نوشته اید برسید، به آن 15 هدف اساسی که دنیا و آخرت شما را نجات می‌دهد و هدفی که بهترین شماست، همان خورشید زندگیتان. دنیا بازی نیست. دنیا تنها تصور و خیال نیست. باید اتفاقاتی در بنده شایسته خدا رخ دهد، آن هم هر روز، تا اینکه شما را متفاوت از بقیه مردم جهان کند و موجب طلوع خورشید زندگیتان شود. همیشه جوانانی هستند که آه در بساط زندگیشان نیست، ولی چند سال بعد چه بسا به میلیونرهای خودساخته‌ای تبدیل می شوند. سوالم از شما این است که آن جوانان چه کردند؟ خدا که با کسی حساب کتاب شخصی ندارد و همه ما از نظر او یکسانیم. تفاوت تنها در نوع حرکت انسان هاست و برکتی که در پی آن از سوی خداوند برای آنها نازل می شود. باید بدانید که آن پسر برای خلق خواسته هایش چه کرد، چگونه حداقل به آن 15 هدف اصلی برسید. هدفها و خواسته ها حد و مرزی ندارند و تنها همت شما تعیین کننده کیفیت و کمیت آنهاست. اگر قوانینی را که در این مبحث برایتان میگویم یاد بگیرید، بفهمید، انجام دهید و اجرا کنید، برایتان ثابت می شود که رسیدن به ثروت‌هایی که نوشته اید چندان هم دشوار نیست. باید قبل از رسیدن به خط پایانی این دنیا هر از چندی به آن لحظه عمرتان نگاهی بیاندازید و از خودتان بپرسید چه کردم و رفتم؟ من چه میراثی از خود بر جای میگذارم؟ دوست دارم دیگران بگویند که بود و رفت، چه کرد و رفت. حال از جایگاه انسانی که زندگیش در حال افول و غروب است برگردید و به زندگیتان نگاهی دوباره بیاندازید. تا به امروز چه کردید؟ چقدر منشأ اثر بودید؟ چقدر انسانها را متحول کردید؟ چه فرزندان خوبی تربیت کردید؟ آیا در پیشگاه خدا و خلقش از اینکه زندگی شکوهمند و پرحاصل و اثرگذاری داشته اید مسرورید؟ خلق هدفها گزاره دو شرطی است: هدف گذاری و نوشتن هدفها. شرط لازم و قدم بزرگی است که امید می‌بخشد و شما را از وادی غفلت نجات می‌دهد، ولی کافی نیست. شرط کافی این گزاره نقشه گنج‌ها و هدف‌هاست. همان برنامه‌ریزی است که آمریکایی‌ها می‌گویند اگر برای موفقیتتان برنامه‌ریزی نکنید، پس برای شکستتان برنامه‌ریزی کرده‌اید. همان اقدام و اجرا در راستای هدف است. ابادا روز قیامت که نام دیگرش یوم التغابن و یوم الحسرت است، برای شما روزی باشد که احساس غبن و زیان و یا احساس حسرت کنید. در آن لحظه‌ای که پرده ها به ناگاه کنار می رود و نهانی ها آشکار می شود و همه چیز بر بشر روشن می گردد، آنان که با خود دستاوردی و کارهای خوبی آورده باشند خواهند گفت ای کاش بیشتر آورده بودیم، و آنکه هیچ نیاورده خواهد گفت ای کاش اینقدر دستانم خالی نبود. در آن وادی حتی پیامبران خدا هم احساس زیان می کنند که شاید می توانستیم انسانهای بیشتری را هدایت کنیم. پس بیایید به این گفته پیامبر که مردمان در این دنیا در خوابند و وقتی می میرند از خواب بیدار می شوند صمیمانه دل بدهیم، بیدار شویم و برای خلق دستاوردهای زیبا برنامه ریزی کنیم. ای قائم مقام خدا، از قدرت الهی تو بعید است که امروز کاری نکنی. خداوند در قرآن می‌فرماید هر کسی را بخواهد هدایت می‌کند و هر کسی را بخواهد گمراه می‌کند، یا به هر کسی بخواهد روزی می‌دهد و به هر کسی نخواهد روزی نمی‌دهد. البته باید گفت این هدایت و ضلالت ابتداییه نیست، بلکه جزائیه است. یعنی خداوند ابتدا به ساکن چنین کاری نمی کند. خداوند عمل انسانها و حرکتشان را می بیند و به آنها برکت می دهد. باید با اقدام و عمل خود لایق عنایات خداوند و ثروتها شده باشیم. سوم، رسالت. خدایا، تو برای زندگی من رسالت و سمت و سویی تعریف کرده ای، آن را برای من آشکار کن. اگر رسالتم این باشد که به عنوان یک رهبر زندگی انسانهای زیادی را عالی کنم،
مطمئناً معنایی که به زندگیم بخشیده می شود متفاوت است با رسالتی که در آن فقط پول و رفاه و زن و بچه تعریف شده است و با مرگ پایان می یابد. کدام یک از این دو رسالت شأن انسانی من به عنوان قائم مقام خداوند است؟ جالب اینجاست که تمام هدفها در پی تعیین رسالت و معنای زندگی شکل می گیرد. پس وقتی می توانید به زیبایی هدف گذاری کنید که رسالت الهی و زندگی معنوی داشته باشید، زیرا شما به میزان ارزشمندی و پرمعنایی زندگیتان هدفهایی را دنبال می کنید که آنها شما را به ارزشهای واقعی زندگیتان می رسانند. 3 سوال. سوال اول، در مورد خلق هدفهای درونی، آیا شما با تمام وجودتان و از ته قلب می‌خواهید انسان خوب و بزرگی شوید؟ این خواسته در دنیای شما باید یک اعتقاد و یک بینش و نگرش باشد. به شما هشدار می‌دهم اگر این گونه نباشد هرگز هدفهایتان خلق نخواهد شد. سوال دوم، در مورد خلق هدفهای بیرونی، آیا شما با تمام وجودتان و از ته قلب می‌خواهید انسان ثروتمند و توانگری شوید؟ این خواسته در دنیای شما باید به اشتیاق سوزان رسیده باشد، مفهومی که ناپلئون هیل دربارش میگوید وقتی انسان به این مرحله برسد و بانگ برآورد یا مرگ یا تحقق خواسته‌ام، محال است به هدفش نرسد. زیرا وقتی با ایمان و اعتقاد به اشتیاق سوزان رسیده باشید، انگیزه و حرکتی قدرتمند در شما ایجاد می شود که موجب خلق اهدافتان خواهد شد. سوال سوم، آیا شما صرفاً دلتان می‌خواهد و یا اینکه متعهد هستید به هر قیمتی که شده به دستاورد بزرگ دلخواهتان برسید؟ انسان در راستای حرکت به سمت اهدافش باید به نقطه‌ای برسد، به درجه‌ای از اشتیاق سوزان، به درجه‌ای از ایمان و اعتقاد، به درجه‌ای از توکل به خدای رزاق، به درجه‌ای از باور به توانمندی‌های خویش که لاجرم فریاد برآورد: چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. هرگاه به چنین اعتقادی رسیدید، خداوند با تمام قشون و اقتدارش پشت سر شما برای انفجار نور و معجزه در زندگیتان ایستاده است، چرا که خداوند از انسانهایی که به او ایمان آورده اند دفاع می کند. 4. منطقه امن. انسان‌های معمولی در منطقه امنشان زندگی می‌کنند. آنها به طور فطری درد سر و جنجال را دوست ندارند. ریسک کردن و بحران را دوست ندارند. چک برگشتی و زندان را هم دوست ندارند. این منطقه امن آنهاست. انسان‌هایی که در منطقه امنشان زندگی می‌کنند ممکن است هدف‌هایی را دنبال کنند، ولی فقط تا زمانی که رفاه و آرامش آنها را بر هم نزند بهایش را خواهند پرداخت. اما وقتی انسانی برخلاف فطرتش منطقه امن زندگیش را رها کند، به سرزمین ناشناخته ها قدم گذاشته است. چنین انسانهایی از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنند و بهای بهشت خیش را خواهند پرداخت. کریستوف کلمب روزی منطقه امن خود را رها کرد و در دل خطرها، دریاها و اقیانوسها سرزمین ناشناخته آمریکا را یافت. خلق هدفهایی که نوشته اید قانون دارد. تلاش می‌خواهد، سفر به سرزمین ناشناخته ها را می‌خواهد، باورهای قدرتمند می‌خواهد، ریسک می‌خواهد و البته اشتیاق سوزان می‌خواهد. اینجاست که خداوند بلافاصله قانون جذب را فعال می کند. آنگاه در تمام کائنات ولوله به پا می شود و قشون خدا دست به دست هم می دهند تا شما را به اهدافتان برسانند. اگر اعتقاد و ایمان بیشتری داشته باشید، غیر از قانون جذب، قانون معجزه ها را فعال خواهید دید و با یک حرکت زیبا از شما خدای رزاق دنیایی از برکت‌ها را بر شما نازل خواهد کرد. آمریکایی ها می گویند وقتی قطرات اولیه چکید، بعد از آن شرشر خواهد بارید. این یک حقیقت است، یک قانون خداست.
اگر شما به مرحله تشنگی رسیده باشید، خود هدف نیز به دنبالتان خواهد آمد و در ازای هر حرکت شما اهداف و منابع 10 قدم به سمتتان حرکت خواهند کرد. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. هنگامی که آب هدف شماست و تشنه‌وار و با اشتیاق سوزان به دنبالش می‌دوید، آب هم ساکت نمی‌ماند و به فرمان خدا و به اذن او به سوی شما روان می‌شود. هدف‌های شخصیتی در کنج خانه و یا در انزوا حاصل نمی‌شوند. باید آموزش ببینند و مهارت کسب کنند تا بزرگ شوند. چگونگی خلق دسته هدف‌های مالی و اقتصادی. برای خلق این دسته از هدف‌هایتان نیز باید آموزش ببینید و یاد بگیرید چگونه بفروشید، چگونه پرزنت کنید، چگونه انسانی را جذب دنیای خود کنید. باید به سرزمین ناشناخته ها قدم بگذارید و کارآفرین شوید، زیرا با حقوق ثابت و در منطقه امن هدف‌های بزرگ خلق نخواهند شد. کارآفرینی هجرتی از منطقه امن به سرزمین ناشناخته هاست. این هجرت در وجود مقدس شماست که باید از خود موجودتان به دیار عاشقان، به سرزمین فرصتها، به سوی انسانهای ثروتمند، پخته، توانمند و قدرتمند هجرت کنید. جیمران میگوید اگر در شغل کارمندیت کارها را قشنگ انجام دهی، صبح سر وقت بیایی، عصر سر وقت محل کارت را ترک کنی، رئیست را از خودت راضی نگهداری، خوب است، خیلی خوب، ولی فقط اموراتت میگذرد. اما اگر روی خودت کار کنی میلیاردر میشوی. لذا میگویند بزرگترین پروژه‌ای که باید تا آخر عمرتان روی آن کار کنید خودتان هستید. 5. برای رسیدن به هدفها چه باید کرد؟ 1. آموزش‌های لازم را ببینید. 2. مهارت‌های لازم را به دست آورید. دانستن این مباحث الهی کافی نیست. شما باید بشوید. تربیت مهم است. شدن مهم است. 3. تمرینات لازم را انجام دهید. خواندن شب و روز کتاب آیین‌نامه رانندگی فایده‌ای ندارد و شما را راننده نخواهد کرد تا اینکه پشت فرمان بنشینید و تمرین کنید. 4. تلاش. تلاش، 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 تلاش خلاف فطرت انسان است و اجرای آن فقط با دیسیپلین امکان پذیر است. هر روز باید قدمی برداشت و کار را پیگیری کرد تا به نتیجه رسید. 5. معادله هستی را حل کنید. باید رازها را بلد باشید و بتوانید امتیاز لازم را برای رسیدن به هدف به دست آورید و به لیاقت کامل برسید. مثلا وقتی هدف پراید است، باید به اندازه پراید تلاش و امتیاز به دست آورید. ولی اگر اتومبیل زیباتر و عالی‌تر می‌خواهید، نیاز به امتیاز بالاتری دارید. هدف‌های بزرگتر انگیزه‌های بیشتری نیاز دارد. این همان قانون لیاقت هاست. پیغمبر خدا هم که باشید، باید لایق باشید و شعارتان این باشد: یا مرگ یا این شخصیت زیبا، یا مرگ یا وصال آن محبوب عالی. با این شعار که حاضر می شوید بمیرید یا به آن هدف برسید. دیگر مانعی جلودارتان نخواهد بود. با این درجه از اقتدار و باور و ایمان همه کائنات به سمتتان می آیند و در دنیایتان شگفتی می آفرینند و به اذن خداوند در بستر خلق آن هدف کمکتان می کنند، مشروط بر آن که به آن نقطه از لیاقت رسیده باشید. معادله هستی چیست؟ معادله هستی معادله خلق یکی از آن چندین هدفی است که می‌خواهید آن را در زندگی محقق کنید. در این معادله برای خلق هدف باید سمت دیگر را به عدد 100 برسانید، یعنی مجموع المان‌ها و پارامترهای سمت چپ معادله 100 شود تا هدف شما که ماشین یا محبوب یا خانه قشنگ و یا نقطه‌ای از بهشت خداست خلق شود. این معادله را معادله هستی میگویند. فرض کنید در این معادله A می شود اندیشه ها، B باورها، C روحیه، D انگیزه، E تلاش، F استقامت و G عنایت پروردگار است. البته
همواره استثناءاتی هم وجود دارد. مثلا ممکن است اندیشه های پسر بچه‌ای برای داشتن دوچرخه آنقدر عاشقانه و معتقدانه باشد که آن عدد به تنهایی 100 شود و پدر بزرگش بدون نیاز به تلاش پسرک دوچرخه را به او هدیه بدهد. اما در کل برای حل این معادله باید اندیشه هایتان، باورها، روحیه‌تان، انگیزه، تلاش و ارتباطاتتان را عالی کنید.